سطر و حجاب میگن رد میکنن، رومال کلانت ایسرت میکشن میگیرن در بین مردم. آیا گناهگار میشون یا نه؟ ما رو با میگن پروتکل میکنه میگن. الحمدلله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. سطر و حجاب یکی از فرضهای الهی می باشد. هر کسی که سطر یا حجاب زنان مسلمان را بکشد یا مجبور کند که زنان مسلمان حجابشان را از سرشان بکشند، گناهی بزرگ می کند. این عمل تحقیر و پایمال کردن حقوق، ناموس و دین مسلمانان است. خداوند کریم در سوره نور آیه 31 می فرماید: به زنان مؤمنان بگو که چشمانشان را پایان اندازند و عفتشان را حفظ کنند و زیورهایشان را آشکار نکنند مگر آنچه که پدیدار است، یعنی حجاب فرض است و کسی که مانع می شود با یک فرض الله مقابل می براید. متاسفانه در جامعه ما سالهای آخر مسئله حجاب مشکل شده است. بسیار وقت کارمندان دولتی یا میلیسه ها دختران را برای پوشیدن حجاب باز می دارند یا پروتکل می نویسند. در قانون رسمی تاجیکستان حکم قطعی درباره منع حجاب نیست، ولی عملا فشار وجود دارد. خواهران مسلمان تاجیکم، آنهایی که شما را مجبور می کنند تا اینکه سطر را ایسر بردارید، آنها گناهگارند. یک به یک در نزد الله جواب خواهند داد. شما گناهگار نیستید. در نزد قانون احتمال است که شما را پروتکل کنند، ولی اگر این حالت پیش آید شما آرام باشید و با احترام جواب دهید. خدا میداند که شما مجبور شدید و این گونه مجبوریت گناه نیست. خطابم به آن کسانی که دشمنی با سطر و حجاب دارید، زنان مسلمان تاجیک را مورد اذیت قرار میدهید، شما دشمنی الله و رسولش هستید. شما در مقابل قانون الله ایستاده اید و با الله اعلان جنگ کرده اید. دانسته باشید که عذاب دردناک الله منتظر شما است.